نگینه درباره خدمت خسور خشتامند در شریعت چیزی آمدگی نیست دربارش. برای زن حتمی است که خدمت پدر و مادر خودش کند و خدمت شوهرش را کند. ولی وقتی که ما گفتیم خدمت خسور خشتامند مانند خوراک پختن یا خانه آنها رو تازه کردن، شما در همونجا زندگی میکنید و عرفاً در تاجیکستان مادر شما هم مادر من هم خشتامن شما هم خشتامن من هم خانه خشتامن رو تازه میکردن. آره، خوراک میپختن، نان میپختن. این معناش اینه که تو 24 سال مثل 24 ساعت ببخشید مثل غلام کار کن و تماما نه نمازات خوان و باز وای کارها تمام شدنی نیست، باز مشکلی با شوهرت شود. نه، به قدر تواند وابسته به قوتت همون خوراک رو خودتان هم میخورید، در همون خونه شما هم زندگی میکنید، جایتان رو تازه کنید. اما اینکه کلا مثلا خادم آنها باشید، این عرف در تاجیکستان است، در قرقیزستان و ازبکستان هم هست که این عرفای مردمی هست که با اسلام هیچ رابطه ندارد. کسی میگوید حتمی است، خطا میکند. اما این معناش این نیست که در اسلام نبوده است. گویان عروسکان تلفن گیرند و دیگر این طرف و اون طرف سلفی گرفته گردن، در خانه خشتامن نه خوراک باشد، نه نان باشد، نه تازه باشد. در اینجا یعنی اخلاق کجا میرود؟ اون انسانگری کجا می رود؟ و اگر شما نکنید، پدر و مادر اگر چی مثلا بردم باشد، هم در عرف ما وقتی که عروس می شود او خوراک پخته می دهد، او خوراک می پزد، همه برابر می خورند و برای خوراک پزی شاید 1 ساعت وقت رود اگر کلین چقان باشد، عروس چقان باشد. این معناش این نیست که من میگم غلام آن خانه شوید. و باز از طرف دیگر میگم این معناش هم این نیست که هیچ کار به من فرض نبوده است، گویان فقط از پای خود شوید. یعنی به قدر توان در خانه‌ای که حتی خانه خسور خشتامند نباشد خواهرها، به خانه یک نفر می رویم، به قدر